طبق نقشه برگزاری درس‌های کشاد از جانب آموزگار میربابای وزیبی که 46 ساله سابقه کاری دارد در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 3 درس کشاد زمانوی در موضوع پرندگان دایر گردید. در آن خوانندگان فعالانه اشتراک نموده آموزگاران نیز در درس کشاد حضور داشتند. بعداً درس کشاد در سطح عالی دایر گردید. شاگردان عزیز، امروز در صحیفه تاریخ 18 دکبر است و می سازد که 18 دکبر یعنی ما در عرفه سال نو میلادی قرار داریم. سال نو میلادی برای ما یک سال پرفیض خواهد شد. سال 2025 برای ما آموزگاران سال پردرباخت بود. در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان ما تصمیم گرفتیم با سرور عاقل و دانا، همچنین با سرور مؤسسه شخص خردمند و دانا و عاقل مکتب به کارهای سازندگی و آبادکاری را آورد. از این لحاظ با پیگیری‌های راهبر مؤسسه در مکتب بخش خوانندگان بالیاقت افتتاح کردید. در این بخش در سال 2025 با یک قطار کامیابی‌ها نائل گردید که این جشن ارزنده این یک خودنمای راه ما برای پیشوازگیری جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی بود. در طی سال 2025 مؤسسه تصمیم گرفت که با آموزگارانش با شاگردانش در همه چاره‌بینی‌های دولتی و چاره‌بینی‌های بیرون از مکتبی و بیرون از جمهوری سزاواری افتخار گردید و می‌سازد با آموزگار ورزیده ما، آموزگار زبان و ادبیات سال جاری با خیرتمندی و دانشمندی توانست در آزمون جمهوریوی فراغ سوپی دانایی و غالبیت نائل گشتید. تاجین سیانوسی همچنین صف آموزگاران ما سعید و نصیبه که در آزمون‌های المپیاد فنی در آزمون‌های خوانندگان دست بالا گشت، شریف و شهنازه که با خواننده در المپیاد ولایتی سزاواری جای خوب گشت و همچنان در سال 2025 برای بنده یک سال پرفیض بود و توانستم این سال برای سزاوار استقلال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی یک تحفه برای شاگردانم هدیه نمایم و این آرزوی 7 ساله من که از سال 2014 اینجا طول کشیده بود توانستم یک درسگاه زمانوی را برای شما بنیاد نمایم. امروز در آزمون جمهوری سزاوار جای دوم گشت غالبیت را به دست آوردن تاجین سیانوسی شما از پس کار آموزگار می شوید، با آموزگار همپایه می شوید و شود که شما خیرات را دستگیری کنید و در شاهنامه بیزوال فردوسی آمده است خیرات راهنما و خیرات راهگشا و امروز خیرت شما را در این لحظه مناسب از بخش موضوع پیشین که با شما گذشته بودیم آماده می شویم. در موضوع پیشین البته ما درباره محمد شریف کدام موضوع رو آماده کرده بودیم؟ در موضوع پهلوی شما رو تا لحظه مناسب با کاری اجازه دعوت میکنم. برای شما نام میگذاریم هر دو گروه یکم شبکه نام شما رو با صمیمیت میگیم خیرتمندان. زبان با همیشه نگهبان باش. گروهی که در این گروه 2 4 6 8 10 12 نفر می‌نشینند با نام خیرواریسان نام میبریم. گروهی که تحت راهبریش محمد شریف رو به نوبت گیریم خیرتمندان نام میگیریم. مرحمت بچه جانم شما دفتر کتاب رو میگیریم. گروه یکم درباره زیر خطاب پولکچه‌داران حکایت‌های خود را نوشته می‌ایستید و آماده شدن به کار. گروه خیرتمندان آماده می‌شید حکایت‌های خود را در موضوع خطاب کیسه‌ها
صنف خزندگان یکی از صنف‌های مکمل شده به حساب می‌رود. همه خیر درباره خزندگان شما معلومات کافی داره؟ گرمیتولوژی خزنده‌شناسی با اورنیتولوژی پرنده‌شناسی علاقه زیست دارد. مطابقت زیست، ساخت تخم، انکشاف جنین، ساخت پلاکچگین داشتن، پوست خشک و غمخواری برای نسل با شرایط تغییر‌یابنده محیط زندگی کردن خاص پرندگان میباشد. محمد شریف شما در این باره چی می‌دانید؟ این خزندگان در تاجیکستان راه برده نمی‌شود. آنها در کتابی سرخ درآورده شده است که بسیاری آنها از بین رفته است. شما از فن گیاهیات می‌دونید که علاقه دو تا ابر ماتری بود. یک ماتری بود با نام پاند، درست؟ یک تا اقیانوس با نام پانتراس یا تتیس بود. و دو تا ابرماتری پیدا شد که قسم زیادی این حیوانات در ابرماتری که لغزش جای دارند. خب شما چی می‌دونید؟ خزندگان در روی زمین خیلی زیاد دارند. خزندگان پای ندارند. میخزن. خب در کدوم از این خزندگان پای مشاهده نمی‌شود؟ در ما در قطار ما بچه من شما کما که فرصت دارم توجه به موضوع گذشته نمی‌کنیم. مرحمت که تیار شد که نویس. زیاده از 4000 کالتکنفس‌ها و 3000 مارها داخل شده اند. زیر صنفان به دو گروه تقسیم شدند. زیر قطار مارها و زیر قطار مارها مارها و و زیر قطار قطار کالتکنفس‌ها. همین قطار تیمساها که نویس. خب الیاسو قطار تیمساها حیوانات کلامی باشند که از 1 تا 10 متر کلامیشون میشود. خب اون مرکبشون چی نویس؟ نماینده اساسی این قطار کالتکلاسی چابک آفتابگردک‌ها، کالتکلاسی بهپای و غیره میباشند و در تاجیکستان زیاده از 30 نمود کالتکلاس‌ها موجود بوده. 7 نمودشان در تاجیکستان دیده میشوند. خزندگان که حیوان‌های مکمل شده به حساب می‌روند که از آبخاکیان ابتدا گرفتن و خیشیگری رو خودی آبخاکیان باشن از ماهیان گرفتن، درست؟ و هر یکی در علاقه‌مندی با همدیگر رابطه دارن. صنف آبخاکیان اگر در قیداری در مکمل شده ببینیم هر یکی از دیگر در علاقه‌مندی است. صنف ماهیان با آبخاکیان اساس گذاشتن و این چیز در دوره کرمینگی آنها تجسم می شود که دل کفلسک دخانگی است چون مثل ماهی، درست؟ و همچنان شما که در دوره جنین در بطن مادر بودید دل شما نیست دخانگی بود، شما ماهی شکل بودید و در نتیجه ارامالفاظ ها شما به این شکل آمده رسیدید. خیشیگری رو از پرندگان قدیم که آنها رو ارنیتوزوخت‌ها میگویند. ارنیتولوژی از واژه یونانی ارنیتو پرنده، لوگوس علم پرنده شناسی. امروز موضوع ما بوده است صنف پرنده ها. ارنیتولوژی بر زبان خارجی نام میبریم اویس. پرندگان در نقش حیات رمز زیبایی دارند. در مثال طاووس، ترک، شانه‌سرک و تیته و ساسک از این هر یک شهروند غمخوار و دوستدار پرندگان باشند. 95% پرندگان فایده‌آور بوده، 5% آنها ضررآورند. پرندگان منبع طبیعی وطنمان به شما رفته، آنها در نظارت و محافظت قرار دارند. زیر تحت نظارت قرار دارند. مرکب شما چه میدانید؟ خصوصیت فرق‌کننده پرنده‌ها که ما همه روز می‌بینیم خیلی به چشم خوب عیان‌اند. پرنده‌ها در بدنشان دائمی بوده که به 45 گرادوس برابر می‌باشد. پرندگان دندان ندارند و بدنشان با پرها پوشیده شده است. این پرندگان و اگر هر یک پرندگان رو رمز گوییم، پرندگان رمزی به خود خاص دارند. اگر کبوتران رمزی سرخ گوییم و میسزد گوییم که شانه‌سرک بوده رمزی خیرت و دانش است و لغلق رمزی فراوانی. داستک باشد رمزی نیکی است و بینید پرندگان در همه بینید نقش پرندگان رو در روی زمین چیزی معرفی کرد. حدودا سال 2018 همچون پرنده سال اعتراف شد و با پر زیبایش با منقارش همیشه در تازه و آبادکاری پرش سر میگیرد. پرندگانی که امروز شامل کتاب سرخ شدند و کتاب سرخ نشر دومش سال 2015 افتتاح شد. از این لحاظ
تزر دو خب بومی گوشتر رو کاک کیلو اوراو میگویم بعضا در صحیفه های ادبیات با مفهوم شاهین اومده است با کتاب سرخ داخل کرده شد. همچنین کتاب سرخ رمزی چی است؟ این بانگ خطر است که زیر محافظت قرار داشتن عالم نباتات و حیوانات و بینید پرندگان و حیوانات در اینجا زیر چه نظارت قرار دارن. خب پرندگان آبیز یکی از مکمل شده ترین حیوانات کره ارض به حساب می روند. روی پوش بدن پرندگان با پر پوشیده شده است. چشم آنها مدور بوده از خبط پلک بالایی، پلک پایینی و پلک مابینی دارند. خب برای سبک گردنی وزنشان در آنها نل تشکل یافته است که نل از ماده شاخص تشکل یافته است. برای پرورش پوش بدن پرندگان را پر می‌پوشد. پرها وابسته به خصوصیت ساختشان به رنگیریشان مطابقت پیدا کردند. بعضا در پرها علامت‌های علا گفتن رنگ سیاه و سفید به نظر می‌رسد. بعضا رنگ‌های جگری به نظر می‌رسد خاکستری و این رو می‌گویند پیگمنت. پس پیگمنت ماده رنگبخش است که به پرندگان به بال پرندگان رنگ می‌بخشد. در پرندگان دو خیل پیگمنت به نظر می‌رسد. پیگمنت لیپوخروم و پیگمنت ملانین. کبوتری که در دست دارند در این پیگمنت لیپوخروم است. اگر پیگمنت ملانین باشد رنگ جگری، سیاه‌تاب، زردی برنگ به نظر می‌رسد. پرندگان در پرواز کردن مطابقت پیدا کردن و پنجه پرندگان دست پیش پرندگان به بال تبدیل یافته است که این پرها را پرهای کانتوری می‌گوییم. پرهای کانتوری پرندگان امکان دارند که در وقت پرواز کردن قنات زدن هوا را به شش وارد کنند. برای به سمت‌های معین گشتن در پرندگان دوم تشکل یافته است. دوم از باقی کلان کانتوری دوم تشکل یافته است که این علامتی ماننده در ماهیان. ماهی دوم دارد. دوم بال دو پره دوم دارد. بال دو پره دوم با بال دوم پرنده هم شبیه است. پرندگان زبان دارند. در پرندگان عضوی هاضمه از سخرده ابتدا میگیرد که سخرده را با زبان محلی جغلدان میگوید. جغلدان در وقتی تخم گذاشتن و بچه را برآوردن به بچگان گویا که به شیر میدهد. در جغلدان گویا که شیر پرنده جایگزین شده باشد. در پرندگان علامت‌های خاصی به نظر میرسند و ببینید در استخوان‌بندی پرندگان پای بیشتر پرندگان با پای حرکت با پای عقیب می‌دهند حرکت می‌کنند که این نشانی با خزندگان موافقت داشتن بود. پایشان از پلاکچه‌های شاخین تشکل یافته است که این به خزندگان مانند است. استرلو در جزیره کلانترین افریقا. جزیره افریقا این جزیره مدغاسکر در همینجا استرلو اصلا کلانترین زندگی می‌کند که حتی گفتم وزن تخمش به 10 کیلو برابر است که در آشکانه برای 50 نفر تخم‌ریزی کردن ممکن است. آمینه بانو شما چی می‌دانید؟ در کدام مصرع شعر سیدا محیط زیستی شاعر لانه پرنده تشبیه داده شده است. محیط زیستی شاعر به لانه پرنده تشبیه داده است. می‌دانید؟ مرغ بیبال و پر دیدم دلم آمد به یاد، ناله ای چغ ز شنیدم منزلم آمد به یاد. لغت نویسید؟ دورمن است؟ یکره بردارید؟ با عالم رنگین پرندگان ما امروز شناس میشیم. دیده؟
پرندگان رو ببینید وابسته با محیط زیستشان چقدر مطابقت دارن. گفتم میتوانید محیط زیستی پرندگان کجا؟ اولا محیط زیست خودش چیست؟ محیط زیست چیست و مرکلوه؟ جایی که پرندگان در آنجا زندگی میکنن محیط زیست است. محیط زیست پرندگان است. پرندگان در ساحل دریا، در بالای درخت، در لانه کوه و در بالاهای و تپه ها زندگی میکنن. ببینید اگر پرندگان با ساخت پایشون فرق داره. در شترمرغ ببینید اگر با باغ حیوانات تاجیکستان رفته باشه بشنوید با شترمرغ کلانتری شناس میشه. در شترمرغ دو طعم انکشافات میدود. هر یک حرکت درویشش 4 متر. پرندگانی که در جنگل زندگی میکنن طاووس، مرغ بهشت و مرغ زیبا. هم مرغ جنگل هم زیبا. پرندگان خانگی اولی مراتب در مکزیک این رو پرورش کردن. مرغ مرجان و با مقصد بدست آوردن تخمش می مرغابی کجاش مطابقت داره؟ خدیجه؟ کجاش با مطابقت داره؟ با پایش بدنش به چسبیده مطابقت نیست. دفترتون صحیفه باندش کشور رسم و کشیدگی یک دیگه من میدم این رسمتون چکر میلانین رنگ سیاه و جگری داره، لیپوپلام رنگ سبز، زرد، کبود داره. اینه رنگ زرد دارد، خاکستر رنگ دارد. البته این پیگمنت چی است؟ لیپوکروم است. اگر زرد سیاه باشد، جلانک سیاه است پرد، این پیگمنت میلانین. کدام استخوانی قفس سینه مقاومت پرنده را در وقت پرواز کم می‌گیرد. قفس سینه تیغ سینه یا خب بدریزنه کدام وریانت ب و پرندگان سمت بینید کجا می‌رود در پرندگان کی در کجا از چی پرندگان کی پرواز میکنن پرندگان چگونه ساخت دارند یک چیز خاطرتون کنم بچه‌ها چون که اگر چه موضوع صلاحیت هم با وجودیم باز این چیزا هستی نافهمه تاجیکستان در سمت خطی اکواتور اگر نزدیک بید در سمت مملکت‌های گرم جایگیر شده استی در این لحظه پرندگان کوچ خود رو بسته به مملکت‌های گرم سفر می‌کنند. مرحمت شما سپارشی اجرا کرده و همون بدر می‌سیان وقت ما هست باید استور نمی‌کنه و همون کسی یک بدر گروه آموده میشه مرحمت اسمه نویسید چرخ عقیده می‌سازه رجنایتونه تو بخشه می‌سازه دو کس با یک شد تو می‌بینید بوده برو مرحمت رسم می‌کشید همین کار می‌کنیم بیادر پیش من رو همراه کرده کنی مرحمت که خوبترین کنی کدام بوده فعالتر است مرحمت پیرسه خست کنی پرنده را کنی آنا این پرنده چی است؟ پینگوین کجا با زندگی میکنن؟ نشان ده این بچه ها منطقه مطیری که انتارکتیده پرندگان در درخت‌ها، آب‌انبارها، جنگل‌ها با فراق‌زارها زندگی می‌کنند. در تاجیکستان 385 نمونه پرنده‌ها را با می‌خورند. شاگردان از درس امروز یکان چیز فهمیده؟ بله. خب اگر فهمیده باشه برای شخصانی که در این روز خیلی فعال بودن باعث قناعتمندی اتحاد و می‌سازد بگوییم که پیام نوبتیه که روز 16 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت با کل مردم تاجیکستان و تاجیکان رو آوردن با لحن گوارای خیرتمندانه‌شان بنیاد کردند طلب کردند که وارثان سامانی جوانان آینده جامعه هستند با خیرت راهنما شوید خیرت را از بر کنید اساسهای علم را از خود کنید زیرا جمعیت از آن شما زمانه به شما نگران است در روز فعالیت کاران خوانندگان دایره‌چه سرخ نتیجه گیری از 9 خواب محمد شریفوف یعقوب یوسف جان محسن فیرز
بابای و خالقیان فراموز فتلازاده عمرکلو و در اینجا باز رستم خیلی فعال شریف همچنین الیاسوف خوانندگانی که در بیان فکر و کامیابی ها و کمبودی ها راه دادتان صاحب 8 تا مرحمت خدیجه رجب و یعقوب و آمینه بانو شما درس فهمیدید بچه ها؟ دیدنی